سلام جانم، خوب هستی؟ حالا من هیچ خوب نیستم. چقدر وقتت بانوی اول ندیدیم. یک هفته پر نشد پشت ما دق میشی. دق نشدیم بیخی زاریم به ترقیده. یک دفعه کلیت از این کلکینک تشناب بکش. تو چی میگنی پشت خانه ما آمدی؟ میفهمی ما برم بعدا نمیتونم پدرم خانه است. اونها مردی ما را میکشن. تو را خو نمیفهمم. اما را 100% قفپایی میورداره. بیا دیگه ناز نکو، یک دفعه کلیت بکش. وی این خدا بالکن آمد جیان. چرا آمد اینجا؟ چرا آمدیم اینجا؟ چای اسکریم پیمان سودا میکنم اینجا. آی اینه گندگی بیا پایین که برد یک دونه اسکریم پایین رپگی بتم. اوکی سایز باش میرم. وی نه مزاق کدام. بدبخت شدم پایین پا نقص کدام. کلیت سی که فقط تشت سرچپا مونده باشی، سر شیشته باشی، زورت که نمیکشه. چرا سلام میکنی؟ ما چی بفهمیدم میخزه دویدم. پیشتر گفت پدرم اگه ببین اردوی ما را میکشه. ای ساده ماما، کلان شدی آدم نشدی. تا بار نفهمیدی که مردم اگه چیزی را بخواه یا رایش پیدا میکنه یا بهانهشه. اینه گندگی. خدا راستی من تو را هیچ وقت نصیحت نمیکنم به این خاطر که از سر تا پای دمی گندگی پره. خود چطور کنم یک دیالوگ چتل است که یک نفر گفته. وای چتلی هم باز 24